متعالی عزیزای گمپگلی، خدا خودش میدونه از صبح که بلند میشم همش میگم حرف قشنگ بزنم، انرژی بدم، لبخند بزنم، یه چی نگم کسی از اون نادلگرون بشه. آخر یکی پیدا میشه، یه نتربوق پیدا میشه، سرسگ میذاره تو کپ آدم. از صبح که بلند شدم این استووا کردم دیدم بابایی که اسم خودشو گذاشته وزیر فرهنگ و ارشاد چی راجع به آرامگاه کوروش گفته. یعنی فقط بهتون بگم ما خونم داره میخوره. تو اسم خودتم گذاشته وزیر فرهنگ، بعد اینجور راجع به آرامگاه کوروش حرف میزنی؟ مردم پاسارگاد نگرانی از بابت آرامگاه کوروش ندارن، نگرانی از بابت فهم و شعور نداشته شما دارن. وقتی بلند میشه یه بوی قرقونی رو میذاری پشت میز، او بلند میشه میره کوزه زمان ما داره میکنه سطل آشغال پس در اتاقش. خب او نگاه تو میکنه دیگه، تو پیش نمازه او پس نمازه، تو که بگوزی او باید برینه. بعد شما توقع داریم ما فرهنگ سازی کنیم به یه جوونی بگیم عزیزم ببم وقتی از زیر دروازه قرآن رد میشی نتنگ برو روی طاووس خدا زده و بشیندی. طاووس و اسب زورو نیست، او همه میدونن ماسش روه. خود دیگه چه توقعی داریم به او؟ آقای وزیر اعظم، شما از یه درخت خشککی پشت در بازار وکیل نگذشتی. من نمیدونم شاخه‌اش چه بلایی به سر شما آورده بود. ایده هفته و دیگه تری که تو کندی کس نکند، داره درخت از ریشه کند. بذار کپو بسته باشه.